چسبیدی به بعد سوم و تو حاشیه‌ای، نه کی چی کار میکنه، کی چی میگه، کی درست گفت کی غلط گفت، اونجا چی شد اینجا چی شد، درگیر حاشیه‌ای، نه نرفتی به درون. نه آره دیگه، روحت بهت داره میگه خسته شدم دیگه، دست از این مسخره بازیات بردار، برو به درون ببین چی هستی. نمیخوای بیدار شی؟ بازی داره جدی میشه، حواستو باید جمع کنی، فرکانستو بیاری بالا، بیای تو سطح بالا از آگاهی و کانشسنس زندگی کنی، وگرنه جهان هستی داره پاکسازی میکنه، زمین داره پاکسازی میشه دیگه. کی هستی و چی هستی و از کجا اومدی؟ اصل داستان اینه، کاری با کسی نداشته باش. اگه فهمیدی داستان چیه، سریع برو فرکانستو بیار بیرون، تکی هم باید حرکت کنی. شاید اعضای خانوادت نخوان این کارو کنن، خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، فرزندت، مسیرها جدا میشه، بازی انفرادیه. شاید پدر مادرت، اعضای خانوادت میخوان توی سیاهی بمونن، شاید همسرت میخواد تو سیاهی زندگی کنه، 60 سال 70 سال تو سیاهی زندگی کرده، اگر زمانش نرسیده باشه بیدار نمیخواد بشه. شما باید راه خودتو بری، اگر دوست داشتن اونا بعداً به شما ملحق میشن. هر چیزی که از شما انرژی داره میگیره رو همه رو رها کنید. شما انرژی هستید، هر چیزی که سنگینتون کرده همه رو رها کنید، خالی شید، مثل کودک بشید، برگردید به دوران 2-3 سالگی، تبدیل به عشق باید بشید و بازی کنید. در این حالت قرار بگیری فرکانست خیلی میره بالا، میتونی وارد زمین جدید بشه. هر چیزی یارو جدا شده 10 سال هنوز درگیره، فوش میده به یارو، مثلا داره قضاوت میکنه، انرژی رو دارن میخورن اونا، میخوای به اونا فکر کن. یارو یکی مرده، تموم شد آقا، مرده رفته، داری بهش فکر میکنی، فکر میکنی اون مرده، نمیدونی خودت مردی. اگه مرده نبودی که فکر نمیکردی اون مرده. شما مرده است، شما خوابی، اون بیداره، مرده بیدار میشه. این دنیا خوابه، اون دنیا بیداریه. اونا فرکانسشون اما بالاتره عزیزم، اون بعد برات یه کاری کنه، نه تو یه کاری برام بکنی. مگر اینکه بیدار شده باشی دیگه، اون موقع میتونی دسترسی داشته باشی به همه جا، همه بعدها. شما صبح که از خواب بیدار میشی بهت حمله میشه، باید مواظب خودت باشی. اعضای خانوادت هستن، رسانه ها هستن، جامعه هست، محل کارت هست، یه سری داستانا داره اتفاق میفته توی ماتریکس، اینا هستن، اینا داره به شما کمک میکنه که شما از خواب بیدار بشید. تمام این داستانا دارن به شما کمک میکنن که شما از خواب بیدار بشید. درساتون رو باید پاس کنید. خب انرژیتون رو میگیرن دیگه اونا. درستو پاس کردی، سریع بیا بالا برو مرحله بعد. تکرار نشه. مثلا یه نفر ازدواج میکنه جدا میشه، دوره ازدواج میکنه جدا میشه، دوره ازدواج میکنه، 3 بار میده ازدواج کرده جدا شه. درستو پاس نکردی عزیزم، اینجا رفوزه میشی. زمینه اینجا مرحله سختیه. قبل از اینکه بیای بکردی خیلی خفنی، گفتی من میام اینجا، همه درس‌ها رو هم انتخاب کردی، ایتیاد و نمیدونم طلاق و گفتی من برم اونجا، گفتن نکن این کارو، یا نمیتونی، گفتی نه من میرم. اون دفعه حواسم نبود، این دفعه حواسم هست. میای اینجا بیدار میشی، 2-3 سالت هست، اصلا تو شکم مادرت هستی، شروع میشه مغزت برنامه ریزی شده، پروگرام میشه. بعد به دنیا میای، مادر پدرت میگن بشین، پاشو بشین، دست نزن، ممکنه کتکت زده باشن. مغزتو تلویزیون روشن باشه توی خونه، بچه داره گوشاش میشنوه دیگه، داره همینجور وارد سیستم مغزیش میشه، تو کامپیوتره دیگه. بعدش میشه 7 سال، بنده خدا میگه آقا من میخوام بخوابم، میکننش تو مدرسه. آقا با بهترین روزای عمرشو میره اون تو، مغزش شستشو داده میشه، تبدیل به یک برده میشه، خواب میره، میفتی توی ماتریکس. اگر بیدار نباشی الان توی ماتریکس هستی، باید خارج بشی. چطوری میتونی خارج بشی؟ باید تسلیم بشی. یعنی چی؟ یعنی درخواست کنی از جهان هستی، از خدا